این ضد آفتاب اکسیس‌وایی رو توی یه پیج دیدم که داشت معرفی می‌کرد که یه ضد آفتاب 100% فیزیکیه با SPF 50 بدون هیچ رد سفیدی. واقعا برام جالب بود که فرمولاسیونش چجوریه. چرا؟ چون فیلترهای فیزیکی یعنی تیتانیوم دی اکساید و زینک اکساید به طور طبیعی سفیدن، بافت غلیظی دارن و پخش‌پذیریشون هم خیلی راحت نیست. از اون طرف درست درآوردن فرمول ضد آفتاب کار راحتی نیست، مخصوصاً که بخوایم SPF های بالا مثلا SPF 50 داشته باشیم و فقط از فیلترهای فیزیکی توش استفاده کنیم. برای اینکه هم SPF رو بالا نگه دارن و هم بافت و تکسچر محصول نهایی خوب باشه، میان از یه سری ترکیبات استفاده میکنن که یه جورایی باعث افزایش SPF محصول میشن بدون اینکه بخوایم به مقدار زیادی از فیلترها استفاده کنیم. وقتی که لیست ترکیبات محصول رو نگاه میکنیم میبینیم که پنجمین ترکیبی هست به اسم بوتیل اکتیل سالیسیلات که از نظر ساختار و عملکرد مثل اپتیسالات هست. یه فیلتر ضد آفتاب شیمیاییه. پس اگه روی فیزیکی یا شیمیایی بودن ضد آفتابتون خیلی حساس هستین، این محصول به احتمال زیاد برای شما مناسب نیست. و یادمون نره که همه محصولا واقعا اون چیزی که ادعا میکنن نیستن.